میخوای یاد بگیری چجوری مثل یک حرفه‌ای ارزش کالای وارداتی تو خودت پیدا کنی؟ من توی این پست بهت یاد میدم که چجوری از سامانه EPL ارزش کالای وارداتی رو پیدا کنی. وارد سامانه EPL میشیم. epl.erica.ir. از منوی سمت راست جستجوی TSC رو انتخاب میکنیم. در قسمت نوع جستجوی پیشرفته رو انتخاب میکنیم و در قسمت عبارت جستجو عبارت مشابه رو انتخاب میکنیم. در قسمت شرح کالا اسم کالایی که میخوایم برامون جستجو بکنه رو وارد میکنیم. و در قسمت کد تعرفه همون کد تعرفه ای که توی سامانه جامعه تجارت به دست آوردیم رو وارد میکنیم و منتظر میشیم که سامانه به ما پاسخ بده. الان دیگه اطلاعاتی که می‌خواستیم رو سامانه به ما نشون داده، کد تعرفه مربوط به اون کالا و ارزش‌هایی که توی TSC ثبت شده. اگر هنوز هم سوال دارین و ذهنتون درگیره، برای من دایرکت بفرستین تا اطلاعات بیشتر رو براتون ارسال کنم.